دایی، دیروز حرفایی که بهت زدم، ببین پسر، آدم یه بار که بشکنه بعدش هر کاری که بکنی نمیشه. آدم دیگه نمیتونه از جاش بلند بشه. منظورت کیه؟ کنان، یوسف، اونا این کارو کردن پسر، دورم کردن، از ریشه درم آوردن. چی داری میگی دایی؟ ببین پسر، دیدی توی طوفان یه درخت چطوری خم میشه؟ یا همه جای آن روشن میشه و یه رعد و برق میزنه تو فرق سر درخت و بعد از وسط دو نصفش میکنه تا بخوره زمین. اولش آهسته، بعد یهو محکم میخوره زمین. اینا هم همینطوری منو زدن زمین پسر. دایی، جناب رامیز کاراسکی چند بار زدنش زمین میدونی؟ تا آمدم سرمو بلند کنم دوباره زدن، دورم کردن. حق با توه، اینا نیست، ولی دورم آلوده کردن. ولی باور کن اینا نه برای پول نه برای قدرت، همه اینا امروز فقط برای بلند شدنه، برای دوباره وایسادنه، فقط برای همین.